بازی قسمت 6 نوشته داروک. شوکه شده بودم. خودش بود، همون دختری که رفتیم خواستگاریش. اسمش چی بود؟ پرتو؟ آره، خودش بود. به ایمیلم برگشتم و مشخصاتشو خوندم. پرتو بنکدار. حس کردم قلبم تندتر میزنه، اما علتشو نمیدونستم. باید چی کار میکردم؟ از جام بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون و رفتم تا آشپزخونه. انگار الکل سر شب تازه تو رگام شروع به دویدن کرده بود. عرق کرده و تشنه بودم. حتی یه لحظه تصویرش از پیش چشمام کنار نمیرفت. دلم میخواست باز اون صورت خوشگلشو ببینم. بطری‌ها از یخچال برداشتم و به اتاق برگشتم. هم متعجب بودم هم هیجان زده. عکسشو تو بزرگترین فرم گذاشتم و به اون چشمای بلوطی رنگی زل زدم و زیر لب گفتم پس رودابه تویی. لجاجت و غرور تو اون چشمای درشت و موربش به وضوح خود نمایی میکرد. به قول حافظ شیوه چشمش فریب جنگ داشت. من باید چی کار میکردم؟ این سوالی بود که برای چندمین بار از خودم پرسیده بودم. اگه خودم معرفی میکردم بعدش چه اتفاقی میافتاد؟ اما اگه معرفی نمیکردم چی؟ هیچ اتفاقی نمیافتاد. مجبور نبودم خودم به اون معرفی کنم. روی ساعت دیواری که 4:30 صبح نشون میداد نگاه کردم. چشمام مثل همیشه از کمخوابی درد میکرد و سرم سنگین بود. یکم دیگه به اون صورت جسور و رویایی زل زدم. چنان چهرش برام جذاب بود که دلم نمیخواست تصویرشو ببندم. چراغ اتاق خاموش کردم و باز رو تختم خزیدم و به عکسش خیره شدم. خسته بودم، ولی درونم یه شعفی موج میزد. تا اون زمان این حس رو تجربه نکرده بودم و با اون حال هوا بعد از چند شب بیداری به خواب رفتم. وقتی به آدرس ساختمانی که پرتو برام ایمیل کرده بود رسیدم، نگاهی به اون انداختم. این ساختمان حدود 2 سال میشد که تو خیابون توییت ساخته شده بود. وقت ساختنش بارها اونو دیده بودم. تو این فکر بودم که به چه بهونه‌ای وارد محیط کارش بشم که به طور اتفاقی سعید مالکی که یکی از همکارای چند سالم تو دفتر مجله بود از ساختمان بیرون اومد. سعید برای مجله گزارش تهیه میکرد و بیشتر تو زمینه‌های هنری و اجتماعی فعالیت داشت. تا چشمش به من افتاد با صدای بلند که ناخودآگاه نظر همه رو به خودش جلب کرد گفت به به شهروز جان، اینجا چه میکنی؟ نمیدونستم چه جواب بهمون بدم. همونطور که دست هم دیگه رو فشار میدادیم جواب دادم راستش تبلیغاتی تو مجله از این شرکت دیدم و با خودم گفتم شاید بتونم کمکی بکنم. سعید خنده گفت آره منم دارم برای مجله به خاطر فعالیت خیرخواهانشون گزارش تهیه میکنم. بیا با هم بریم چند تا کپی بگیرم و برگردیم. با خودم فکر کردم از این بهتر نمیشه. بعد به همراه سعید راه افتادیم. سعید ادامه داد این شرکت داره برای بیماران کلیوی فعالیت میکنه. اکثرا بچه مایه دارن که اومدن سهام گذاشتن و از درآمدشون یه بخشی رو به این کار اختصاص دادن. هرچی دارم برای جمع کردن گزارش بیشتر جلو میرم و بیشتر باشون قاطی میشم، بیشتر از نوع کارشون حال میکنم. کلی برو بیا دارن. بچه مایه دارن دیگه. تمام طول هفته کار میکنن و آخر هفته دور هم جمع میشن. هر بار یه جایی. بیشتر تو باغ مجمع دارن. البته کلی عشق و حال. اما خداییش دارن زحمت میکشن. آخر هفته منم دعوت کردن. خب تو چی تو فکرت داری که اومدی سر بزنی؟ جواب دادم
به این فکر میکنم که یه سری داستان در مورد بیماری‌های خاص تو مجله بنویسم و درآمدشو وصل کنم به این دفتر. البته اگه همونطور که تو میگی کارشون درست باشه. هرچند که درآمد از داستان اونقدر نیست که چشمگیر باشه، اما بالاخره برگ سبز دیگه. برای خودم هم جالب بود که این مزخرفات از کجام در آوردم و تحویل سعید دادم. کپی برگای سعید رو گرفتیم و برگشتیم. وارد ساختمون که شدیم قلبم تندتر میزد و دم و بازدمم سخت شده بود. با خودم گفتم اگه پرتو شک کنه که من داروکم چی؟ اما باز این دلاریه به خودم میدادم که چون با سعید وارد شرکت شدم 100% اون معرفم میشه و این باعث امیدواریم بود که شاید پرتو نفهمه که من داروکم. توی مسیر رفتن به اتاق مدیر عامل کنجکاوانه اتاقا رو بازرسی میکردم تا ببینم پرتو رو کجا میتونم پیدا کنم، ولی خبری ازش نبود. زمانی که وارد سالن انتظار دفتر مدیر عامل شدیم منشی گفت تشریف داشته باشید. نشستیم رو صندلی به انتظار. سعید گفت فکرشو بکن، این شرکت با این عظمت رو یه دختر بچه داره اداره میکنه. یه دختر بچه قد و سرتق که فکر میکنه از چون فیل افتاده. اون وقت ما برای یه لقمه نون باید از صبح تا شب سگ دو بزنیم. نمیدونی این خانم مدیر عامل چه تیکه‌ایه، لامصب انگار از آسمون افتاده. البته چون دفعه قبل گفتم کنه فیل عذاب وجدان دارم و بعد خندید. منم از تشبیهش خندم گرفت. با خودم فکر کردم نکنه پرتو مدیر عامله؟ وای اگه اینجوری باشه که حالا من گیر میافتم. توی برزخ افتادم. نمیدونستم باید چی کار کنم. میخواستم بهونه‌ای پیدا کنم و در برم که ناگهان در اتاق مدیر عامل باز شد و آقایی از اون خارج شد و به دنبالش خانم مدیر عامل برای بدرقه از اون اتاق بیرون اومد. حیرت زده با خودم گفتم بله خانم پرتو بنکدار مدیر عامل اینجا تشریف دارند. پرتو همونطور که با اون آقا تعارفات محترمانه رد و بدل میکرد نگاهش به سعید افتاد. در حالی که سعی میکرد چهره جدی‌تری از چند لحظه پیشش نشون بده برگشت سمت ما. حس میکردم زانوام توان چندانی برای ایستادن نداره و قلبم که انگار میخواست سینه‌مو بشکافه. این احساس ضعف برام در برابر دختری چیزی جز حیرت بیشتر نداشت. این بار نگاه پرتو مستقیما به رو من افتاد. خون به سر و صورتم هجوم آورد. برای چند لحظه مبهوت به من نگاه کرد و بعد لبخندی زرد و شبیه لبخند شب گذشته رو لباش نشست. با خودم فکر کردم که حتما تو دلش داره منو مسخره میکنه و با خودش فکر میکنه این همون خواستگار دیشبیه که با خاری از خونه بیرونش انداختم. نگاهش از رو من برداشت و سمت سعید اومد و گفت خب آقای مالکی چی کار کردید که خدا رو خوش بیاد؟ بدون اراده از جامون بلند شدیم، اما حال من نزار. سعید جواب داد خانم منکدار یه خواهشی ازتون دارم و میخوام که باش موافقت کنید. پرتو به دفترش اشاره کرد و گفت تشریف بیارید تو. سعید ادامه داد ایشون آقای شهروز نویسنده مجله هستن. تبلیغتون رو تو دفتر مجله دیدند و اومدن که بیشتر با نوع کارتون آشنا بشن. البته توضیحات بیشتر رو به خودش واگذار میکنم. پرتو با اون نگاه از خود راضی شد و با همون لبخند نیشدار نیم نگاهی به سر تا پای من انداخت و گفت بله بله افتخار آشناییشون رو قبلا داشتم. حس کردم بند دلم پاره شد. منظورش چی بود؟ فهمیده بود که من داروکم یا به خاطر دیشب این حرفو زد؟ از این برزخی که برای خودم درست کرده بودم رنج میکشیدم. دلم میخواست بی مقدمه بذارم و در برم.
با سعید وارد دفتر سرکار خانم شدیم و روی مبلمان شیک و سیاه رنگ چرمیش نشستیم. پرتو هم برای رعایت ادب اون طرف میز روبروی ما به روی مبل نشست. باز سعید سکوت شکست و گفت خانم بنکدار، میخوام خواهش کنم که اجازه بدید یه گزارشم از جلسات آخر هفته تهیه کنم. منظورم مهمونیه. پرتو جواب داد مشکلی نیست، اما به شرط سانسور. سعید شق و رق نشست و ادامه داد خب اون که معلومه، مگه میشه تو این وضعیت همه چیو نوشت؟ صرفا میخوام تو گزارشم تاکید کنم که شما حتی آخرای هفته کاملا تعطیل نمی کنید و به کارتون ادامه میدید. اما ظاهرا چند تا از همکارتون با این موضوع مشکل دارند. لابلای صحبت‌های سعید پرتو دائما من زیر نظر داشت و در جواب سعید گفت اینجا منم که تصمیم میگیرم که چی اتفاق بیفته. نگران مخالفت همکارام نباشید. اما قبل از اینکه گزارشتون رو به مجله مسترد کنید حتما باید بدین من اول بخونم و ممیزی کنم. سعید با خنده و لحنی طعنه‌آمیز گفت خانم بنکدار، شما هم برای خودتون یه پایه وزارت ارشاد اسلامی هستیدا، ولی بروی چشم حتما این کارا میکنم. اما شما خیالتون راحت باشه، من چیزی نمی نویسم که وجه اجتماعی این سازمان زیر سوال بره. پرتو گفت مشکلی نیست آقای مالکی، میتونید کارتون رو ادامه بدید. سعید از جاش بلند شد و گفت پس با اجازهتون من رفع زحمت میکنم. شهروزیانم که خودشون هدفشون رو براتون توضیح میدن. پرتو بدونی که از جاش تکون بخوره گفت آخر هفته میبینمتون. سعید سر شونه من زد و گفت با من که کاری نداری. با تته پته جواب دادم نه به کارت برس. اما تو دلم جد آبایش زیر رو میکردم. ما را بگو چی فکر میکردیم چی شد؟ سعید تند و سریع خداحافظی کرد و از در بیرون رفت. نگاه پرتو به طور عمیق به روی صورتم بود. حس میکردم تلاش میکنه تا فکرمو بخونه. بعد من خطاب قرار داد و گفت خب آقای چه کاری میتونم براتون انجام بدم؟ از لحن مضحک و اون لبخند موذیانش عصبی شدم. با کمی تندی جواب دادم اگه بخواین اینجوری نگاهم کنین و اینجوری با طعنه حرف بزنید ترجیح میدم از کاری که میخواستم بکنم منصرف بشم. خندید. چهرش گلگون شد. خوشگل بود، خوشگل‌تر شد. بعد به آرومی گفت آدم جسوری به نظر میایید. وقتی اینجا دیدمتون خیلی تعجب کردم. اصلا بهتون نمیاد اهل خواستگاری بازی باشید. آتیش گرفتم. چرا باید اینو به رخم میکشه؟ گفتم ببینید خانم بنکدار، در مورد دیشب منم مثل شما در برابر عمل انجام شده قرار گرفتم. به خاطر پدرم که مریض احواله و نمیخواستم دلش رو بشکنم به این کار مسخره تن دادم. وگرنه به شخصه از این خال زنک بازی ها متنفرم. پرتو گفت برام جالبه که کسی برای رضایت پدرش بره خواستگاری دختری که اصلا نمیدونه کیه. حالا اگه من این نگرش رو تو زندگیم نداشتم و به شما بله میدادم، واقعا میخواستین با منی که نمیدونین کیم ازدواج کنید؟ به خودم فکر کردم این دختر واقعا سر جنگ داره و من باید خودم رو جمع و جور کنم. آرنجمو سر زانوام گذاشتم و کمی به طرف جلو خم شدم و زل زدم تو چشاش. یه کمی جا خورد. بعد گفتم من مثل شما نیستم. برای خانوادم خیلی ارزش قائلم. حتی اگه لازم باشه به خواستگاری سوریه هم میرم. اما اینو بدونید که حتی اگه عروس ننم هم بشید شما رو به خانوادم ترجیح نمیدم. یه کمی عصبانی شد. اینو از گره ابروهاش فهمیدم. گفت یعنی دارید ازم خواستگاری میکنید؟ گفتم عمرن با این غرور و خودخواهیتون بدون خودتون رو به کسی غالب کنید.
عصبانی تر شد و جواب داد انگار دوست دارید همونجوری که از خونم بیرونتون کردم از دفترم هم بندازمتون بیرون. گفتم مشکلی نیست، اما یادتون باشه که شما شروع کردید نه من. نیمخیز شد و دستش به روی تلفن رفت و زنگ منشی رو زد. با خودم گفتم وای میخواد بندازتم بیرون، چه فاجعه ای. منشی سریع وارد اتاق شد. پرتو با همون اخم که تو چهرش بود گفت 2 تا قهوه لطفاً. منشی با گفتن چشم از اتاق بیرون رفت. پرتو از جاش بلند شد و به طرف میزش رفت. بوی عطر تنش تو هوا پیچید. دلم لرزید. پشت میزش نشست و گفت خب حالا بگید چی می نویسید؟ نفس راحتی کشیدم و گفتم بیشتر تمرکزم روی نوشتن زندگی نامه است. اما با خودم فکر کردم شاید بتونم برای این سازمان یه سری داستان‌های اجتماعی در مورد افراد بیمار بنویسم. البته درآمدش ناچیزه میدونید که، ولی حداقل کاریه که میتونم بکنم. باز همون خنده پرتنش روی لبای خوش فرم و دهن کوچکش نقش بست و گفت چقدر خوبه که نویسنده‌ای هستن که به فکر مردم بدبخت باشن. خیلی ها هستن که به جای فعالیت اجتماعی انرژیشون رو جایی که هیچ نتیجه‌ای نداره و صرفا برای تعریف و تمجید مخاطباشون میذارند. نمیدونستم طرف منظور این حرفش کیه، اما ناخودآگاه به داروک فکر میکردم. یعنی داره حالی میکنه که من میدونم تو کی هستی، اما غیر ممکنه که بویی از این قضیه برده باشه. توی چشماش نگاه کردم و با اشاره ابرو و سرم حالیش کردم که منظور حرفش رو نگرفتم. باز با همون لبخند گفت مهم نیست، همین که شما دارید فعالیت اجتماعی میکنید خوبه. یه بار دیگه با این حرفش منو بیشتر تو شک انداخت. منشی وارد اتاق شد و قهوه ها رو روی میز گذاشت و هر دو بدون کلامی شروع به نوشیدن کردیم. اما نگاه سنگین پرتو نمیذاش حال عادی داشته باشم. بعد چند لحظه پرتو فنجونش رو روی میز گذاشت و با جدیت گفت میتونید آخر هفته توی مهمونی ما شرکت کنید؟ یکم فکر کردم و جواب دادم با این دعوتتون میخوان اعلام صلح کنید؟ بلند خندید و گفت شما هم همیشه یه جمله یه جواب سربالا برای آدما دارید. باز با این حرفش یه شوک دیگه به من وارد کرد. با خودم فکر کردم آخه منظورش چیه؟ انگار واقعا میدونه من داروکم. قهوه‌ام تمام شده بود. فنجون رو روی میز گذاشتم و از جام بلند شدم و اجازه مرخصی گرفتم. پرتو هم از جاش بلند شده به طرفم اومد. دستشو برای دست دادن جلو آورد و گفت خوشحال شدم از دیدنتون آقای خواستگار. گفتم خواهش میکنم عروس خانوم و دست ظریفشو با اون انگشتای باریک و بلندشو تو دستم گرفتم. سردی دستش حاکی از اضطراب زیادش بود. با کمی غیظ باز خندید و گفت آخر هفته منتظرتونم. شماره منو داشته باشید تا با هم هماهنگ بشیم. و بدون اینکه دستشو از دستم بیرون بکشه با دست چپش کارت ویزیتشو از روی میزش برداشت و به دست من داد. خندیدم و گفتم با خانواده خدمتتون برسم؟ لباشو با حرص به هم فشار داد و گفت عمرن با این گستاخیتون بتونین دختری رو به چنگ بیارید. باز از حرفش پقی زدم زیر خنده و گفتم البته هرچی شما بگید درسته خانم مدیر عامل. همونطور که لبای خوشگلشو از حرص به هم فشار میداد دست سردش از دستم بیرون کشید و رفت و پشت میزش بشینه و منم با همون خنده گستاخانه از در خارج شدم. پایان قسمت 6.